با تو ایست گفتم. ایست. مرو سردیه. این ناممکن است. پراندم. ناممکن است. آرام بشین وگرنه این دفعه در حقیقت تو را میکشم. چرا سوز میرانی؟ گاز را زیر کن. برادر کور هستی براه نگاه کن. خوب فهمو. پختخان بیاز یوسف بیاز زنده خدا رو شکر زنده الو اکا من ایاز زودتر بیا اکا زودتر بیا. ایاز چی شد؟ دادرم تو خوب هستی؟ بیاز و یوسف را دزدیدم دکا من دیر کردم. چی؟ تو چی ها میگویی دادرم؟ کی دزدید؟ با فکرم آدمانی قلیش نمیدونم. اکا التماس کاری کن آنها رو نجات ده. فهمو آرام شو ایاز. این مسئله رو خودم حل میکنم خواطر نشو. الو ایاز با پای صدیقه حالا چیزی نگو باز آنها رو نترسونیم. مایلش خوب اکا مایلش. شیری من تو حالا به خونه رو چیزی شود به تو خبر میدهم. خوب؟ خیر. این چیست؟ این چی؟ تو با این ما را کشتن میخواهی؟ تو خودت کیستی؟ ناخونی حرامی تو رو ریختن نمیخواهی. دمت را گیر. این باری دویم است. باری سیوم گپ زنی جانت را میگیرم. باید فهمیم که کلیج یوسف و بیاز رو به کجا برده است. گل ای راه ده لعنتی. گل با کودکان ضرری نرسیده باید آنها رو زود یابیم. خوب فرهاد ولی چخیل میوبیم نمیدونیم که آنها رو به کجا بردن. من به منطقه های معینی جیته میروم. تو از نزد آن به شرفان دور نشو. شاید چیزی بشنوی. مایلش در علاقه ایم. چی شد ظفر؟ حل کرده؟ آن باشه در دست ماست جناب. نقص جناب تنها یک مشکلی خورد است. چه خیلی مشکلی؟ باز چی شد؟
ҳамон як духтари девона ҳаст ку дар хонаи усто халил номаш беяз буд чӣ буд дар маҳалла намоишот мекард ку хайр вақти дуздидани бача ӯ ором наистодааст ва одамонамон маҷбуран ӯро ҳам гирифтанд. аблаҳо барои чӣ гирифтанд? бо он духтар чӣ кор кардан мехоҳанд? ҷаноб, он духтар хеле якрав аст, шумо медонед ку он бачаро раҳо накардааст. аблаҳо аз уҳдаи як духтар ҳам набаромадед. гӯш кун зафар, боз ягон шоҳид поҳид намонад. ин духтар ором наменишинад, гап мезанад. зуд корашро ҳал кунед, аз ӯ халос шавед. хуб шуда ҷаноб, зуд ба одамонамон хабар медиҳам. масъалаи он духтарро ҳал мекунам. тамом. ва худам ҳам рафта тафтиш мекунам. беязру мекушанд. худоё кӯмак кун. سگ‌های کوچه باز جمع شدند. دشمن را با تبر کش، اگر نمیرد با شکر. کنی ببینیم اکنون چی کار میکرده باشد. تینجی است یا رهگم زدی قماندان؟ نیتم جنجال برداشتن نیست. من تنها به عیادت بیمار آمدم. البته اگر شما اجازت دهید. دیروز در دست سلاح داشتی و امروز گل. بگو با تو چه خیل باور کنیم قماندان؟ دیروز به اینجا همچون پدری آمدم که در دل داغ فرزند داشت. اما امروز همچون سرباز صادق این وطن آمدم. برای حادثه دیروزه از شما عذر می‌خواهم. حکومت ترکیه این سلاح را برای آن داده است که من با دشمنانش بجنگم، نه با مردمی بیگناه. اگر شما مرا بخشیده باشید هم باور کنید سلاح هم مرا نمیبخشد. این قرض وجدانی من و سلاح من است. گیر اگر خواهی تا بیرون برآمدنم در دست تو است. این شرم برایم بس است. ما سربازان را شرم نمی‌دارانیم. مرحمت. اپای بیاز رو سر دید. او با این کار یگان علاقه ندارد. تو اینقدر دست و پا میجنبانی حاضر شپاتی میخوری. نکنین. یوسف دادر جان التماس خاموش شو. لعنتی ها چه قصد دارد از من گیرید؟ یوسف خاموش شو. التماس خاموش. سرده آرام شوید. مجبور نشوم که شما را کشم. خانم صدیقه لطفاً قبول کنید. میدانم از من سخت رنجیده اید و در این کار حق هستید. شاید ناخواست شما را رنجانده باشد. حالا از شما عذر میخواهم. لطفاً قبول کنید. خیر استاد خلیل، تو چی حال داری؟ کمی بهتر شدی؟ میبینم که به حرکت شروع کرده ای. یعنی تو خوب میشه. وقتی عدالت جاری شود باز بهتر میشود انشالله. بله بله عدالت جاری میشود. خانم صدیقه، استاد خلیل، من اصلا به شما درد دل کردن میخوام. تنها البته اگر رفیقان اجازت دهند. ما در بیرون میستیم استاد خلیل.
اگر لازم شویم آواز براری بس است. آواز میبراریم. تشکر زیاد. مرا گوش کنید گدازاده ها. به شعبه پلیس رفته شکایتتان را باز گیرید، چون که پسرتان در دست من است. لعنتی. چی؟ شما در کجایت سگ‌های پلید؟ به تلفنت جواب ده فرهاد، به تلفنت جواب ده. بسیار عجیب است. گل چه شد؟ چیزی رو معاین کرده توانستی؟ فرهاد مرا گوش کن. کلیچ به ظفر امر کرد که آن دختر رو بکشند. بهیاز رو کشتنیند. چی؟ از برای خدا او رو نجات ده، شتاب کن. فهمو گل، ولی تمامی خانه ها رو دیدم نیستم. من در اتاق ظفر هستم. در اینجا نقشه یافتم، اشاره کردند. نمیدونم که اونجا مکان مخفی جیتم هست یا نه. شاید باشد. پس انیق در همون جایند. شتاب کن التماس. ظفر علاقه بر راه برآمد. بهیاز رو کشتنیند فرهاد. خوب گل، من فورا میروم. ایاز، تو در اینجا چیکار میکنی؟ من به تو به خانه رو نگفتم. جایت رو با ایاز من گفتم. بسیار خوب کردی. چیکار کنم؟ میلیون بار تلفن کرد. اکنون آرام شد. این یک رو است، یک رو. رفتیم اکا جان، رفتیم. زود باش. این کار با آخر رسد، ادب تو رو هم میدهم. میدهی. خوب گل، ما زود میرویم. حالا از اینجا برآمده میروم. بعد 1 ساعت در قرارگاه پلیس وا میخوریم. استاد خلیل، به تو هم بیا میگفتم، ولی معلوم راه گشته نمیتوانی. چی؟ عدالت میگفتی؟ انا عدالت بر عوضی پسرم، پسرتان. آسانکک ایستا، در جایت خواب رفت. حرام میموری و به سرمان بلا میشوی. تو چی کار میکنی ها؟ تو چگونه انسان هستی؟ ذره وجدان نداری؟ ندارم. خداوند جزایت را میدهد انشالله. البته. گوش کن مرا، عصبم را خراب نکنید، کار را از کار نگذرانید. یا شکایتتان را باز میگیرید یا در جنازه پسرتان شرکت میکنید. در شعبه پلیس انتظار میشوم. در واقع به آدمانی در بیرون بوده چیزی نگویی، وگرنه پسرتان را میکشم با دستان خودم. تشکر زیاد. سلامت باشید. برای حادثه دیروزه باری دیگر عذر میخواهم، ببخشید.
خدا نگهبان. بانو، خانم جانان آمدند. بسیار خوب، زود اینجا بیار. خوش آمدی. خوش باشید. از حادثه ها خبر دارم. همش خوب می شود. در این میان حادثه های زیاد رخ دادند. درباره کدامشان میگویید؟ حادثه تویت رو. بسیار غمگینم. غمگین نشوید. بعداً حادثه های باز هم بدتر رخ دادند که آن روز رو فراموش کردم. بیا اینجا بشین. خسته می نمایی. به حرمتی کردن نمیخواهم، اما وقتم خیلی کم است. هرچی گفتنی باشد زودتر گویید و من روم. مسئله مهم گفته بودید. اون چیست؟ میدونی پدرت و قادر بسیار دشمنی سخت دارند. حالا درباره کار هیچ چیز شنیدن نمیخواهم. اگر مسئله این باشد اجازه دهید من روم. گوش کن جانان، اگر ایاز رو آگاه نکنی او رو به بازی خطرناک وارد میکنند. ایاز رو؟ چه خیلی یعنی؟ تمام زمین های اطراف این شهر از آن ایاز بودند. از آن ایاز؟ اما اون زمین های شرکت بودند. این خیلی نبوده است. همه خطا میکنند. خودی ایاز هم نمیدوند. اگر او رو آگاه نکنیم قادر با نرخی پست این زمین ها رو از آن خود میکند. اکا اگر کاری کردن نتوانیم چی؟ آنها بیاز رو بکشند چی؟ یک طرف است، یک طرف. گل بیاز، نامش گل بیاز، اما او رو بیاز میگویند. عیناً مثل خواهری ما. اکا بیاز خیلی یک رو است. سرناز و نوز، اینجیقی شیرینک باز میزند. کاش میدیدی اکا. اگر نجات دادن نتوانیم با آنها چیزی شود، با پی صدیقه با کی خلیل چی میگوییم؟ همین دو کودک رو حمایه کردن نتوانستید نمیگویم. بس است ایاز، بس است. این آدمون ما رو از پدر و مادرمون جدا کردند. از خواهری خوردمون نیست. ما بیکار به یار و رفیق موندیم. من دیگر زهری جدایی نمیخواهم. نمیرم ولی این رو نمیخواهم. آن دخترک بیاز و یوسف رو از آنها میگیرم. فهمیدی؟ هر چه شود لازم شود میمیرم ولی آنها رو نمیگیرم. اپا؟ یوسف از اینجا رها میابیم، خواطر نشم. زود با ایاز خبر ده. زمین ها رو با یگان کس نفروشد. چون این امکانیت دیگر به دست نمی آید. میفهمی؟ میفهمم ولی چرا شما با ایاز کمک کردن میخواهید؟ این رو نمیفهمم. برای تو ایاز قدری بلند دارد. بله این درست است، چون که او رو دوست میدارم. ولی چرا من برای شما اینقدر قدر دارم؟ چون که من تو رو دوست میدارم دخترم. تو برایم از همه عزیزتری. گوش میکنم، جواب دهید، انتظارم. با من چرا کمک میکنید؟ من نمیخواهم که آدمان خوب در حالت بد باشند. همش همین. دسته یکم، دسته دویم، آن دخترها تازه کنید. دسته یکم، دسته دویم، آن دخترها بکشید. دسته یکم، دسته دویم، مرا نمیشنوید؟ شما زنده هستید یا نه؟ آن دخترها بکشید، زود را تازه کنید. رو با او بگو بیوده داد نزند. حاضر همه اینجا جمع می شود. مایلر چی کار میکنید؟
آرام شینید. وای من یک گپ دارم. بگو. من باید به حاجتخانه روم. کمی طاقت کن. نمی شود. طاقت کرده نمی توانم. تنها تگی شما را تازه کردن نمی رسید. روگرد درو زودتر باش. یگان حرکت ناجا کنی زنده نمیمونی. فراموش نکن. زود باش. آنجا چیکار میکنی؟ چنگال زدن. چارگال. آها این بازیگران مثل اسب میدوند. روی رادیو چت رو خاموش کن. دسته یکم دسته دوم مرا نمیشنوید. شما زنده هستید یا نه؟ آن دختر را بکشید. زود را تازه کنید. این آواز قماندان ظفر است. بیدار. ای برادر گوسفندانت رو یک طرف گیر. آوازت رو بلند نکن برادر. زود باش زود. ما شما را گوش میکنیم قماندان ظفر. آن دختر را زود بکشید. تنها آن پسرک زنده ماند. دسته یکم. مرا فهمیدید. آن دختر را زود بکشید. فوراً بکشید. خوب فهمو. ای دختر در را کشا. حالا سلام. اپای بیاس؟ یوسف خاموش. آن لعنتی ها در بیرون مرا می جویند. باید زود از اینجا گریزیم. آن دختر کجاست؟ قماندان ظفر گفت که او را بکشه. لعنتی گریخته است. کی؟ هنوز که دور نرفته است او را باید دستگیر کنیم. این قدر سیگنالته مولهایم رو میرمونی. خدایا با من صبر عطا کن. گوسفندانت رو یک طرف گیر. 5 دقیقه صبر کن همشون میروند. گوش کن برادر. کار ما خیلی مهم است. مسئله حیات و ممات. گوسفندانت رو یک طرف کن التماس. پس بیا کمک کن. سحر هم یک دو آدمان آمدند. آنها رفیقانتان. کی به ده آمد؟ من از کجا دانم؟ همشون به این بلندی برموده رفتند. آیاس بیدار دادرم. یافتیم بیدار. تشکر برادر. یوسف باید زود بدویم. فهمیدی دادر جان؟ زود باش یوسف. دویدیم. باید که آنقدر دور نرفته باشد. لعنتی در کجا باشد؟ در کجا؟ آنها در آنجا هم میگریزند. دیدم زود باش. اکا شتاب کن. آتش فشانی میکنن. آواز از جنگل میاد. دارم. این را گیر. استفاده برده میتوانی ها؟ کلنگ رو پخش میکنیم. باز یگان حیله دارد؟ بله حیله دیگر هم دارد. این رو این طرف. اینش رو باشد این طرف. خوب میلش رفتیم.
دیدم. یوسف باید در اینجا جدا شویم. تو به این طرف رو. من باشم آنها را به سوی خود جلب کنم. بیرم. نه اپا تو را تنها نمیگذارم. التماس یوسف مرا گوش کن. بیرم. زودتر آنها سوی جنگل میگریزند. نگریزید، دور رفتن نمیتوانید. دختر به این طرف رفت. شما از پرچم پیشرک روید. من مسئله دختر را حل میکنم. زود باشید. ایستا نگرید. اکا به این طرف. کجا باشد؟ طاقت کن دادرم. تو را نجات میدهم. ایست وگرنه میپرانم. دستانت را بردار و به سوی من گرد. تا همینجا گریختی. بین باز به دستمان افتیدی. بسم الله. اینجا چی گپ است؟ چی گپ است؟ آن باشه را سرده. سرده. تو یگید. یگید نه حیوان. فرهاد. او را سرده. چی کار میکنی؟ شما دیوانه هستید. او را رها کن بیرود. رها کن. وای وای وای، یعنی خواهیم تو بوده یگید. سلاحت را پرتو. کودکی غریب. کودکی غریب. خواهرم. وقتی که خماندان کلیش فهمد که دست راستش خائن است، پس میبینیم که چی کار میکرده باشد. آنگاه به مرده نگاه کردم میخندم. یگید سلاحت را پرتو میگویم. نکن. پرتو گفتم وگرنه این را میپرانم. این کار را نکن اکا. این کار را نکن. پرتو. نکن اکا. این کار را نکن. نکن. تو هم سلاحت را پرتو. پرتو گفتم.
حسنو بزن. نترس ایاز، نترس شیری من. مگر پدرمون نترسید. مادرمون، پدرمون، خواهرک خوردمون مگر نترسید. تو هم نترس شیری من، تو هم نترس. دمت را گیر. نمی شود اکا، نمی شود اکا. حاضر نه، حاضر کسی رو از دست دادن نمیتوانم. نه، وقتی پدرمون مرد من در برات بودم، وقتی مادرمون مرد تو با من بودی. مگر آنها ترسیدند؟ حالا من و تو پهلو با پهلویم، در بر یک دیگریم. ایاز، با چشمانم نگاه کن، با چشمانم نگاه کن. در دم مرگ آدمی که نبینم تو باش. اکا جان. هارون، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. خدایا کمک کن، التجا میکنم. غریب غریب گونیو خواهرم. خدایا اینجا همانجاست. قبری خواهرم همین است. او را تنها نمیگذاریم خواهرم، روزی حتما بر میگردیم. اکای فرهاد رو هم میابیم. همه یک جای به اینجا میاییم، در دست با گل ها میاییم. قبری خواهرم آن را مثل باغچه میکنیم. فهمیدی؟ مایلش اکنون رویم اکم رو یابیم. اکای ایاز زنده است. غریب یعنی او زنده است. خدایا هزاران بار شکر. چرا شکایتتان دست میکشید؟ خانم صدیقه، وقت کم است. تا صبح 2 روز باقی مانده است. همان شاهد را بیارید، میتوانیم آن سگ را حبس کنیم. شما را تهدید کردند تا این کار را بکنید ها؟ نه، من خودم این رو میخواهم. التجا میکنم شکایتم را بکار کنید و این کار به آخر رسد. خانم صدیقه، ما شما را حمایه میکنیم. جناب مدیر، التماس خواهشم را اجرا کنید. التماس. با چی به شما تهدید کردند؟ التماس از من چیزی نپرسید. تنها خواهشم را اجرا کنید بس است. خانم صدیقه را برید و هر چی لازم است بکنید. تشکر. خدا از شما راضی باشد. همینش برایم بهتر است.
قلیچ دهن. مدیر گمان میکنی که این کار به انجام رسید ها؟ همین خیل می نماید. این خیل نیست قلیچ دهن، این خیل نیست. من به تو اینقدر نزدیکم، برابر این نفست نزدیکم. از برای خدا، از برای وطن تو را آرام گذارم نامردم. انتظار شو، به زودی تو را پچه میکنم. بین خواهرم، اکا امان با وعده‌اش وفا کرده است. برای تو مزاری زیبایی ساخته است. یعنی او زنده است. و هم شاید اکای فرهاد را نیز اکای ایاز یافته باشد. ها؟ همین تلنه غریب؟ تو رو یافته باشم آنها رو نیز میابم. من آنها رو انیق میابم. یک عمر گریه نمی کنیم که ما هم کمی تبسم کنیم. با شرافتی تو اکه هایم رو نیز قریب یافتم غریب. اما من حالا باید بیروم خواهری عزیزم. یوسف را باید نجات دهم. وعده می دهم زود بر می گردم. وعده می دهم اصلا تو رو ترک نمی کنم. مرا انتظار شو خواهرم، خوب؟ انتظار شو. باز وا می خوریم خواهرم. باز وا می خوریم. تا بازدید. پرونید، مرا هم پرونید. اگر زنده گذارید نامردید. بسرم پرونید لعنتی ها. پرونید، مرا هم بکشید. چرا انتظارید؟ پرونید آخیر. دستی حرامتان رو از کتفم گیرید. گیرید. اکا؟ دسته یکم، دسته دوم. کمی پس میرسم. مسئله آن دختر رو حل کرده. دسته یکم، دسته دوم. جواب دهید. با شما میگویم جواب دهید. اینها در کجا باشند؟ نجات یافته است. یوسف نجات یافته است. خدا را شکر.
اپای بیاز خوب هستی یوسف؟ خودت خوب هستی؟ خوبم خدا را شکر. خداوند از شما راضی باشد. تشکر خواهر جان. احوالت خوب است؟ خوب است. بیایید اکنون رویم. رفتیم. روجه ساله در کجایت؟ بلا زنت گریختند. برابری نفست نزدیکم. از برای خدا، از برای وطن تو را آرام گذارم نامردم. انتظار شو، به زودی تو را پچه میکنم. حیوان! کماندان، چی شد ظفر؟ من کمی پیش به آن خانه رسیدم. من آن کار را حل کردم. بچه را جواب دهید روه. آن بچه نیست، دختر هم نیست، گریختند. اصلا در اینجا کسی نیست. چه خیلی آن بچه گریخته است؟ آدمانم آن را از جنگل یافتند، مردند. شاید کاری آن خواهیم باشد. شما چرا اینقدر ناافده برایید؟ اقلا یک کارتان را حلال اجرا کنید. از عهده یک کودک نبر آمدید. باز یک مشکلی دیگر. مرا جیغ زده ای؟ البته جیغ زدم. تو را پزمان شدم قلیج بای. پزمان شدی ها؟ گمان میکردم که مرا صرف نظر کرده ای. تو چی ها میگویی؟ ما تنها خواستیم ببینیم که تو در تنهایی چی کار میکنی. این رو میتوان یک نوع سنجش گفت. سنجش؟ حیات خود سنجش نیست؟ خیر از این سنجش گذاشتم. البته گذاشتی. چنان موفق شدی که حتی برایت افتخارنامه آماده کردم. این چیست؟ این تقدیر مدیر امنیت است که به تو مشغول شد. ما در این حجت نام او را ننوشتیم، برای همین خالی گذاشتیم. این را اکنون خودت پر میکنی. یوسف پسرم جانم. بیازم. پسرم. من خوبم پدر، با من چیزی نشده است. خداوند جزایشان را دهد. خدا را شکر که به شما ضرر رسانده نتوانستند. البته خدا جزایشان را میدهد، ولی قبلا رفته به پلیس شکایت میکنیم. خیز یوسف حالا ایست. شما به پلیس نمیروید بیاز. به سرمان سلاح کشیدن اپای صدیقه. اگر اکای ایاز و فرهاد نمیشدن ما را قریب میکشتن. چرا خاموش ایستیم؟ بیا یوسف میرویم. یوسف حالا ایست پسرم. هیچ کس به پلیس نرود. من میروم پدر. اون پلیدا باید جزایشان را گیرند. آخر شما دائم میگفتید که به ظالمان سرخم نکن. حالا چی عوض شد؟ یوسف حق است امکی خلیل. آخر این کشور به صاحب نیست کو. در این باره دیگر گپ نزنید. شما نروید با پلیس. چرا پدر چرا؟ همین خیلی خاموش میستیم. صحبت میکنیم، اما امروز صحبت نمیکنیم. خداوند بزرگ است.
حالا با من وعده ده اگر مرا ذره احترام بکنی به شعبه پلیس نمیروی. وعده میدیم. اینچنین تو هم وعده ده. وعده میدیم امک خلیل. خوب فهمیدم. چی شده است؟ جناب یوسف و آن دختر دیوانه به خانه اشان برگشتند. آدمانمان در گردی آن خانه اند. شما بفرمایید هرچی لازم است میکنند. آدمانمان باقی برگردند، کاری نکنند. اما جناب زبانی آن دختر موشینی جامشویی است. اگر خاموش نیسته چی؟ آن مسئله حل شده است سفر، تو خواطر نشو. چه خیلی که گفتم آنها آدمان خوردن. در پس مدیر امنیت که خود را در آینه چون دیو میبیند پنهان شده، کمی هوا بلند شدند. ولی من کلیچ دهنم، من دهنی بزرگم، من مغلوب ناشوندم. چون این آدمان خرد نقشه های بزرگی مرا ویران کرده نمیتوانند. فرهاد چی گپ است؟ با ما شما کمک کردید. مقصدتون رو من نفهمیدم. این کاری شماست یا نه جناب تحسین؟ این رو بگویید. مایلش فهمیدم. وقتی آن رسیده است که با شما صحبت کنم. بفرمایید. پسرم جانم خوب هستی؟ مرا ببخش، درد میکند. خوبم احوالم خیلی بهتر است. جانی من با تو چیزی نشده است؟ نه با من چیزی نشده است. پدر جان بیعقل. کلیچ تو چیکار میکنی؟ چیکار میکنم اسرا؟ میخواهم پسری بیعقلمان آدم شود. گرم تو این مسئله رو یک بار از اول فهمون. شخص یا گروهی هست که ما را حمایه و دستگیری میکند. این دفعه دویم بود. ایزی انگشتان سلاح را نیز او عوض کرد و امروز دشمنان ما را نیز بکشت. ما را هر دوی شما میشناسید. اگر این کار امکی صراف نباشد پس این کار یک کس است و او شمایید. با ما شما کمک کردید. نه، در وقتش آن سلاح را بسیار استفاده بردم، ولی هرگز دیگر به دستمان را نمیگیرم. این خیل باشد کی با ما کمک کرد؟ خدا از او راضی باشد. نمیدانم به شما کی کمک کرد، ولی میدانم که شما به من کمک میکنید. چطور؟ در دست حجت ها داشته اید. درباره ژیتم من آن حجت ها را میخواهم. آن حجت ها رو چیکار میکنید؟ قلیج دهن و گروه خونخوارش را نیست میکنم. کار کنید خوبتر کار کنید.
شاید دل مدیرتان را یابید. چی گپ است؟ اینجا چیکار میکنی؟ تو چه ها میگویی؟ خودت نگفته بودی که باز وا میخوری. انا بین آمدم، از بالا برایت حجت آوردم. همه مرا گوش کنید. این حجتی که در دست من است جای کار مدیرتان را معین میکند. تنها نوشته نشده است که در کجا باید کار کند و این را البته من می نویسم. به رفیقانی که به من دام گذاشتند و خواستند به من دشمنی کنند این عبرت می شود. کسی پایش را کج گذارد آن پا را می شکنم. ولی امروز روزی با انصافی من است. وگرنه مراد جان در اینجا جای کارت را نه، جای مرگت را می نوشتم. مدیر، حالا وقتی آن است که جای کارت را معین کنیم. تو چی میخندی؟ انا دیدی کجا بوده است؟ یک گوشه ترکیه. شما باوری دارید؟ حالا در دست حجت زیاد داریم ولی محیط ناموافق است. حالا تمام قوت در طرف آنهاست. انشالله مردم ما را دستگیر میکنند خواهرم. وقتش آمد حقیقت ها را در رسانه های خبری پخش میکنیم. به مردم چهره اصلی این آدمان را نشان میدهیم. آنها از پای شما میشوند. بگذار. شما را میکشند جناب تحصیل. بکشند. تماما نمیترسید؟ مردان فدایی نمیترسند. تو میترسی؟ زمانه جسورها را میخواهد، آنهایی را که به ظالمان ضدیت نشان میدهند. حالا وقت اتحاد است. اگر حالا متحد نشویم گمان میکنم که پگاه احتیاج به متحدی نمیماند. دیگر وقت نیست. خوب، ولی چیکار میکنیم؟ حالا ما دو راه داریم. یا مثل اکثریت از یاد تاریخ فراموش میشویم یا اینکه در تاریخ میمونیم. من از مرگ نترسیده هرچند مشکل است راه دویم را انتخاب میکنم. با من هستی؟ برای وطن تمام هستیت را فدا میکنی فرهاد؟ با من هستی؟ بین مراد جان، گپ را گوش نکردی و عاقبتت چی شد؟ ولی غمگین نشو. من شخصا غمگین نیستم. گیر برای کار راهی سفید. راهی سفید کلیش پادشاه. و تو هم راهی سفید. ما خندیده هم دویده هم می رویم. تو از این هیچ پروایی نکن. غمگین نشوید برادران، غمگین نشوید دوستان. شخصا من غمگین نیستم. راهبران را دائمی وضع می کنند. هرچند این دفعه عدالت وجود نداشت ولی من افتخار می کنم که در خدمت وطنم بودم. این وطن از آن ما و شماست.
به خاطر هزاران شهیدانی که زیر خاک پاک این وطن خوابیدند، هر یکی ما مسئولیم که کشورمان را حمایت کنیم. هر قدر این وطن را دوست داریم، دشمنان امروزه ما پگاه پایمان را بوسه میزنند، چون که دستان ما در آخرت در گریبان آنها می شود. اصلا رو افتادن نشوید برادران. روزی می رسد که این چاهکنها خود زیر چاه می مانند و شما این را می بینید، چون که خداوند به ظالمان مهلت می دهد، یعنی امکانیت می دهد، اما عدالت را رعایت می کند. خداوند قادری مطلق است. باوری و امید و آرزومان را گم نکنیم فرهاد. با خواست خدا درست حرکت کنیم بس است. تشکر. خدا حافظ امک صراف. خدا نگهبان باشد. چی شده با؟ تینجی است؟ امروز جانان به من یک چند مراتب زنگ زد. باز چی میخواسته است؟ زود قهر نکن. با تو صحبت کردن میخواست است. فوری بوده است. من دیگر با او در هیچ باره صحبت نمی کنم. ایاز با او صحبت کن، شاید چیزی مهم باشد. نه اپا، او را گوش کردن نمیخواهم. در این باره دیگر گپ نزنیم. چی دردی داشته باشد برای خودش نگاه دارد. ایاز؟ این منم جانان. بچلی. ببخشید، گمان کردم که ایاز است. با فکرم او را یافته نتوانستی. افسوس که تا حال او را میجویم. باید پیش از قادر ما او را یابیم. این بسیار مهم است. میدانم. هرچی از دستم آید میکنم. با او صحبت کنم به شما خبر میدهم. خوب. شبی خوش. شبی خوش. در کجایی ایاز؟ در کجایی؟ خداوندو التجا میکنم کمک کن اکای ایازم رو یابم. امیدوارم که اکای فرهاد هم زنده است. شاید همدیگر رو یافته باشد. خدایا التجا میکنم مرا بشنو. باره هم باشد رویشان رو ببینم. باره آوازشان رو شنوم بس است. خداوندو از تو التجا میکنم. دیگر تاب نمی آرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمده دوستان. سبب شما را اینجا جیغ زدنم این است که میخواهم قوه‌های بدی کشورمان را یک یک آشکار نمایم. این گپ‌هایی که میگویم قوه‌های سیاسی میان سربازان و گروه‌های علاهیده سیاسی را افشا میسازد. این لعنتی چه ها میگوید؟ چی گپ است؟ شاید کشورمان آماده نیست که اینها را بشنود، اما مجبورم. برای وطنم و خلق عزیزم مجبورم. خداوند راحتان را شاید برادر. حالا من راست میگویم. دیدم. دروغ نمیگویم. کرمای آقای بیسری حقلی را من کشتم. او در تیرپرانی نمود. این لعنتی چی ها میگوید؟ تیرپرانی دروغ است. اوغور بیسری چکولیک
از من خواهش کرد که او را بکشم و من با یک تیر او را پراندم. در یک لحظه او جان داد. اما این گپ هایم درست است. حقیقتا دروغ نیست. حقیقتا. بله رفیقان. خیر، این اوغور چوکلک کیست؟ او راهبر ژیتم و یک قاتل ظالم بود. حالا او کجاست؟ من میگویم. گنرال قلیچدهن این کسیت رو یافته به مردم خودنمایی کرده است. مقصدش نیروی ژیتم را به اختیار خود گرفته حکمرانی کردن است. قلیچدهن خائن است که لباس قهرمانی به بر کرده است. اوه، همه کار در هم برهم شد. آن اکنون دیدی قلیچدهن؟ هیچ چیز مخفی نمیماند. مردم چهره اصلیت را اکنون میبینند. این ژیتم نام گروهی خونخوار با تروریستان همکاری کرده، آنهایی را که از این آگاه شدند فرنیست کرده است. این کارها به جزا نمیماند. کلیچ با فکرتون اکنون وضعیت چی می شود؟ جناب، در دست یگان حجت دیگر دارید یا مثل این کسیته؟ جناب رفیقان، دیگر حجت ها را می آورند. مهم نیست که از کجا و کی می آورد. این دلیل ها را از یک قهرمان وطن گرفتم. من به این راه برآمدم تا ضد خائنان و بیناموسان وطن مبارزه برم. نفروختم و فروختن نمی شوم. قلیچدهن به تو ندا میکنم، بی‌ترس بی‌لرز، چون که اکنون خلق آگاه است. تو به من میگویی؟ تو چقدر جرأت کردی؟ حالا میبینی. تحسین قلیچدهن تو با اقنه با دیگر جایت کار میکنی. زود قلیچ را یافته اینجا بیارید. هنوز که ابلهی زیاد نکرده است او را داشته بیارید. خوب شد از جناب. خواهی این آدم اکنون چی گفت؟ عدالت را جاری میکنن. همین خیلی میگوید. خدایا پدر، از حادثه ها خبر داره؟ چه خیل پدر؟ مرا دیگر پدر نگو. باز تو با کدام رویت به اینجا آمدی؟ گم شو از اینجا. نفهمیدم. جایی نمیفهمیدگی نیست. تو را از شرکتم از خانم راندم. دفع شو از اینجا. تو را همراهی اکای ایازم در اینجا گور کرده بودم. خواهرک شیرینم، تو را یافتم و گویا پدر و مادرم را یافته باشم. من هیچ کسی نداشتم، تنها بودم، جایی رفتن هم نداشتم. خواهرم، تو به من عائله‌ام را برگرداندی. من مزار یافتم که میتوانم اینجا دعای بکنم. شاید با شرافتی تو اکاهایم را نیز یابم. اکای ایاز، اکای فرهاد، من بیاز، خواهرتان بیاز، التماس مرا یابید. هر بگاه ساعتی 8 شما را انتظار می شوم. سراغ باغ آفتابی، در سر کلاهی سرخ می پوشم. این را به اکاهایم رسان. میلش غریب، خواهرتان شما را پسمان شده است. رفته او را یابید. بگو میلش. این کار را نمیکنه، مرا نمیرانه.
برای چی؟ حاضر راندم کو انا باز میرونم دفشال. هالدون جان سفسطه نگو، تو چی دیوانه شده ای؟ دمت رو گیر، تو دخالت نکن، بس از دخالت کردن. سواش دهن هستم. این کار را اینطور نمیگذارم. پدرم جزایتان را میدهد. میبینید، همه‌تان میبینید. بدو نزد پدر جانت بدو، زیر دامن پدر جانت پنهان شو. بدو با دامن پدرت بشست، بگو که مرا راندن، بناهای شرکت را چپه کردم و آنها مرا راندن. بگو زود باش، بدو او هم جزایت را دهد. بدو نیست. وای رفت؟ دمت را گیر. جانان، تو میدانی که آنجا چه حادثه رخ داد؟ پدرت مرا راند، گمان میکند که این شات را من چپه کردم. این کاری من نیست، تهمت میکنم. این کار را من نکردم، فهمیدی؟ من نکردم. نمیدونم سواش، کارها در هم بر هم شدند. من چیزی رو فهمیده نمیتوانم. نمیدونم که کاری خوب کردیم یا بد. همه درباره کلیش گپ میزنند، همه جا به لرزه در آمد. بگذار سیرها آشکار شوند. وقتی حق باشی باید سرت را خم نکنی، عاقبتش مرگ هم باشد. درست میگوید اما که صراف، ولی او کلیچ است. انیق به جنوب تحسین ضرر میرساند. باید کاری کنیم گل، وگرنه به آغاز کارمون برمیگردیم. گویا چیزی نشده باشد اینجا نشسته نمیتوانیم. تمام بس است، آرام شو. همه چشم سوی تو اند، باید خطا نکنی. ولی من به جته میروم، کلیچ رو نظارت میکنم. اگر یگان خطری رو حس کنم به شما خبر میدهم. مایلش تو هوشیاری رو از دست نده. خواطر نشم. احتیاط شب دخترم. از دیروز باز جانان پیامک می نویسد. با او چیزی گفته نمیتوانم. بیا یک روی نکن، با او زنگ زن. شاید واقعا با تو گپ مهمی داشته باشد. ایاس نه اپا، تو هم هرگز بر نگرد. من مقصدی او رو دانستن نمیخواهم. گوش کن، اگر مرا ذره احترام کنی گپم رو اجرا کن. چرا بر نمیگردی اپای گل؟ چرا؟ باید با ایاز صحبت کنم. در کجایی ایاز؟ در کجایی؟ گوش کن ظفر، اگر یکان وزیری به عقل باشد مرا نیست میگویی. خوب فهمیدم جناب. الو، یک ثانیه جناب. آرق چی؟ نیست بگو، من نیستم. الو، آن کس حالا نآمدند. همین که بیایند من به شما خبر میرسونم. روزی خوش. این خواهینی ما کیست؟ کیست؟ او در تگ بینی ما نفس میکشد، ولی من نمیدانم که او کیست. او را نمییابم. او کیست؟ فکر کن. کی میداند باز چقدر حجت ها را ربوده باشد و به تحسین لعنتی داده باشد. جناب اکنون چیکار میکنیم؟ آن خواهین رو چطور مییابیم؟ چطور مییابیم؟ نه شما، نه من مییابم. خودم مییابم و جزایت را میدیم. جناب قماندان قلیش در آفیسش نیست. با تلفن ماشینش زنگ زدیم جواب نمیدهد. ابله است، او به خطاهای زیاد راه میدهد. آرقچی به من فشار نیاورده، باید تحسین را نیست کنم. همه میبینن.
با کلیج بازی کردن چیست همه میبینن. با شما راهی سفید خواهانم جناب مدیر. برای کار جناب مدیر. خدا نگهبانتان جناب مدیر. خود را احتیاط کنید جناب. خدا نگهبانتان جناب. اگر از میان شما کسی خودش را منفیتی خودش را فکر کرده کاری کند، باور کنید که به حق میلیون ها نفر و حق دولت ضامن می شود. وظیفتان را سزاوار و حلال اجرا کنید. رای سفید جناب مدیر. غمگین نشو مراد، همش خوب می شود. باور کنید هیچ غمگین نیست. در هر گوشه این وطن خدمت کردن حیاتی نو است برای من، ولی من نمیخواستم این خیر شود. من به کار دیگران بینی خلاندم، خواستم عدالت رعایت شود. برای همین با من چنین کردم. حالا باز یک وظیفه دیگر به دوشم افتاد و باز برای تو مبارزه میبرم. تا آخرین نفسم نبرد میکنم. خواطر نشو، این وطن ماست. وطن نباشد ما هم نیستیم. آه برادر، آه برادر. نگاه کن اکا، برای اون که وظیفه‌اش رو اجرا کرد او را از کار راندند. او را نراندند ایاز. هر یک وجب خاک وطن برای این گونه آدمان جنت است. این را هیچگاه فراموش نکن دادرم. مرا اینجا انتظار شو. جناب تحسین. لبای فرهاد. وقت دارید صحبت کنیم. درویش راننده صادق من است، بملال گپ زن. جناب تحسین، ما برای شما خواطریم. کلیش شخصی خطرناک است. احتمال بزرگ است که به شما حمله میکند. از من چی میخواهید؟ نفهمیدم. یک مدت از بین ناپدید شوید. آخر خواهش اونها همین است فرهاد. میخواهند در خانه پنهان شوم، میخواهند بین من و خلق فاصله اندازند. به این راضی نیستم. حداقل یک چند روز و هم برنامه های موسیقی را بکار کنید. گوش کنید جناب تحسین، شما نمیدونید که کلیش تا چه اندازه خطرناک است. میدانم ولی نمیترسم. به این راه در آمدم و بازگشت نیست فرهاد. برای همین مانع من کارم را کنم و شما هم کارتون را کنید. با ترس و خاموشی این مشکل ها حل نمی شود فرهاد. چی شد قلیش بای؟ چرا خوردن خواستی؟ کمکت لازم. چی میخواهی؟ جان تحسین را. همانه که در تلویزیون برآمد کرد. اگر رسانه ها از این خبردار شود ما دیگر کار کرده نمیتوانیم. آن طرفش را نمیدانم، ولی این کار به تو هم تاثیر دارد. آخر فکر کن، آن لعنتی هر دویمان را قلاب اعلان کرد. خلق را چه خیل فریب میکنی؟ مگر دشمنان اساسی آنها نیستند؟ خواهی که دشمنانت را تازه کنم، تو دشمنانی مرا تازه میکنی و این برای هر دویمان منفعت بخش است. چی کار میکنی؟ سوی قصد را یکی از آدمانت میکنم و جوابش را گروه میگیرد. از این کار من و تو نان میخوریم. آرکچی به این چی میگوید؟ این فکری خودی آرکچی است. او خبر دارد. چرا یکی از آدمان خودت را وظیفه دار نمیکنی؟ چون که میانی ما خائنی هست و کسی باور نمیکنه.
تو با دشمنی ما مشغول شو و من آن خائن را مییابم. با یک تیر دو فاختک میزنیم. این چه خیل میشود؟ آن طرفش کار من است. سوالهای زیادتی نده. بسیار فکری خوب کردیم اکا. استاد خلیل چنین شیرینی را دوست می‌دارد. خدایا این دیوانه در این نصف شب در اینجا چیکار میکند؟ ماشین را باز دار اکا. باز دار، با او کمی شوخی کنیم. ایستو ایاز، نصف شب با این دختر دیوانه بازی نکن. نگاه کن. بیاز اکا خدایا اینها یا اکاهایم همینها باشند. این خیال خام. خیر، گرگ کجاست؟ گرگ؟ چه خیل گرگ؟ آخر نگاه کن، تو دختری کلاه سرخک شده ای. با تو یک گرگ لازم است. تو چه خیل برو، چه خیل بشرم هستی ها؟ ایستایی دختر، تو چیکار میکنی؟ چرا در اینجایم؟ چی را انتظارم؟ تو مگر خبر داری؟ اکا با این یکو چیز بگو. و تو چند بار گفتم دادرم مگر این دختر رو نمیدونی؟ اینجیق است. بله اینجیق هستم. سرناز و نوز هستم. ای دختر، تو دیوانه شدی؟ اکا این دختر کمی دیوانه است. اینجیق است. چیکار میکنیم؟ تا خط میکنیم. حالا من جزای شما رو میدیهم. شما گریز، منو گریز، مسخره گریز، میکنید. گریز. گم شوید از اینجا، گم شوید. گم شوید. رمید از اینجا، بی شرم ها، بی ادب ها. دیگر افتی خنوکتان رو نبینم. اینجیق. اوف، این دختری دیوانه قریب دستانم رو میشکست. دستانش چنان سختند که شکر کن که گردنت رو نشکست. اینجیق. اکا این گردن تو کجا بود؟ ای اکا نکن التماس. چی در کن اکا؟ التماس نکن اکا. اکا ایست ماشین رو دار. با خفا برمیگردیم. باوری داری ایاز؟ بله اکا، بله. با خفا برگرد. دیگر تابی با او صحبت کردن ندارم. برگرد. خوب دادرم. دخترم، یا در و در خانه انتظار شو یا به خانه اطرف و هم اگر می آمدن هلوکای ها در خانه می بودند. این خیل باشد می روم. اپای صدیقه ایاز بیاید با او رسانید که حتما به من زنگ زند. میلش می رسانم. تو خواطر نشو. من چه خیلی دستگیر کردم. من این کار را با خوبی از خود کردم. سوش جون، اگر لازم آید با دهانم پرنده را میدارم. شاید اون وقت پدرم اجازت داد که سردار شرکت شوم. چه گفتی؟ چه شد؟ با پدرت گپ نزدی؟ نگفتم. گفتن رو هم فکر نمی کنم. از این پس من تنهایم. چی شد؟ چی میخواهی؟ از آرخچی خبر آوردم. او گفت که آرام باشن، مسئلهش رو حل میکنه. بسیار خوب بوده است. باز چی؟ شما را فوراً دیدن میخواهد. فوراً؟ بگو که پس از نصف روزی میآید. جناب، آرخچی فوراً گفت. من هم همین خیل میگویم. تو هم بعدی نصف روزی میآید بگوی. فهمیدی؟ زود باشد. مسئله را حل میکردن.
به طور خود مرا به دام افکنده پایان افکندنی. آن تحسین نامپلید میخواهد همه کار بار ما را آشکار سازد. ما تمام عمر با این کار نان خورده ایم، با خونریزی، و حالا نوبت تو آمد. айаз ту назди ҷаноби таҳсин рав. як сония ҳам аз наздаш дур нашав. ягон вазъияти шубҳанок шавад, ӯро аз он ҷо дур карда зуд ба ман занг зан. фаҳмо ака, ту ҳеҷ хавотир наша. айаз, боз аз пеши худ коре накунӣ додарам. фаҳмидӣ? хуб шудааст. айаз, роҳ гард. айаз ҷон, туро дар осмон ҷуста аз замин ёфтам. туро ёфтан мушкил буд аст. саросемаам қодир, чӣ мехоҳӣ бигӯ. ором бош. вақтатро зиёд намегирам, вале бояд суҳбат кунем. ба ту як пешниҳоди хубе дорам. чӣ шуд? аязро пайдо кардед? афсӯс ки то ҳол наёфтем хонум. шумо? بله، من پرویز براین به شما سلام گفت. در نقشه های نو با من همکاری میکنی پیچلی. قادر، تو چرا میخوایی که آن زمین ها رو به تو فروشم؟ حتی رفته هم ندیدی، یگان ارزش ندارن. میدانم ایاز جان، میدانم. حاضر ارزانترین زمین های انقره آنجاست. معلوم من باشم تمام زمین های آنجا را خریده یگان نو ساختمان کردنیم. خودت میدانی که برای ساختمان یک دنیا پول صرف می شود و هم شاید تو با پول احتیاج داشته باشی. ها؟ چی میگویی؟ خوب، مایلش گفتی تو شود. تو حجت ها رو آماده کن. من وقت یافته می آیم و به حجت ها امضا می گذارم. بسیار خوب، بسیار خوب. خیر، سلامت باش. سلامت باش، سلامت باش. مشکلی نیست. فراموش نکن تو یک قهرمانی، قهرمان خلق. تحسین نام لعنت را نیست کن. نفهمیدم چرا ما رو اینجا جیغ زد. باوری دارم که گپ درباره تحسین است. بشینید. گپ را زیاد نمی کنم. چه خیلی که میدانه دیروز به ما تهمتی بزرگ کردن و امروز ما آن مسئله را حل میکنیم. تحسین قلاهلو را نیست میکنیم. طبق معلوماتی گرفته امان امروز جناب تحسین بگاهی در یک محفل اشتراک میکنه و یک تیرزن که من در بیرون جایش را معین میکنم عیناً از این قسمت بینا او را به نشان گرفته به قتل میرساند.
خواهش من از شما این است در ظرف این 1 ساعت به طور قطعی در این منطقه حضور نداشته باشید. چرا جناب؟ حاضر میفهمانم ظفر. اگر کسی از شما در آنجا باشد گناهکاری ما معلوم می شود. این خیلی آسان است. چه خیلی که گفتم همه کاری خود را می کنند. باری دیگر تکرار می کنم در ظرف این 1 ساعت کسی در آن منطقه نباشد. فهمیدید؟ بسیار خواهین اکنون تو را میابم، تو را پاره پاره میکنم. میتوانی در آن درایی. جناب کجا میرویم؟ تو نمیروی ظفر، من میروم. در را پوش. ببخش ظفر، امروز به پدرم هم باور نمیکنم. مادرتون را غمگین نکنید. خوب شد است پدر جان. صحت سلامت رفته بیایید. خدا نگهبانتون. خدا حافظ. خیر. امروز چه حال داری دادرم درویش؟ من خیلی خوبم جناب. جنابی تحسین، من هم با شما روم می شود؟ چرا؟ چرا؟ تو را فرهاد فرستادن؟ میلش در ماشین ما برای 1 نفر همیشه جا هست. همین طور نیست درویش؟ بیاید سوار شوید. خوب، تشکری زیاد. از خانهش برآمده است. دیر کردیم. نه خود که شما از فراهین چی خواهش کردید؟ تو و گروه دختران تو را و او با کمال مای راضی شد. به من کمک میکنی. در کدام خصوص؟ در خصوصی تحسین کلاغلو. دامد را این دفعه با او میگذاری. جناب شما را میپرسم. چخل نیست کلیچ. او را در حال یافته به نزدم بیار. صبر کن آرکچی، کمی دیگر صبر کن. امروز به همه تا نشان میدیم که من کیستم. به همه تا. دیر میکنیم. شاید با پلیس خبر دهیم. عاقبت پلیس ها رو دیشب دیدیم گل. غیر خودمون به کسی باور کرده نمیتوانیم. اون قاتل را خودمون باز میداریم. یا او زنده نمیماند یا اینکه ما.
خسته نباشید. جناب خوش آمدید. چه حال دارد؟ خوب هستید؟ خوبم جناب، خوبم. خوش آمدید. تشکر. خوش آمدید جناب. خوش آمدید جناب. خوش باشید. همیشه در سری ما باشید. آمین. سلامت باشید. سلامت باشید. به سوی دام بیا و تو را پاره کنم سگ، تو را بکشم، جگرت را بکنم. در میمونیم گل. داو. تشکر. سلام علیکم. سلام علیکم. تشکر. سلام علیکم. تشکر زیاد. تشکر. سلام علیکم. سلامت باشید. خوش آمدید جناب تحصیل. شما رو دیدم خیلی خوشحال شدم. تشکر زیاد. سلامت باشید. میانی ما خائنی هست. بیا. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. تشکر. بیا خیر. بیا. به شرف ها. به هر کسی که در ساختن این مکان علم و معرفت سهم گذاشت اظهار منتداری میکنیم. سلامت باشم. سلاح‌هایتان را پرتایید. سلاح‌هایتان را پرتایید. زود. به من خیانت کرده.
برای آن نفرانی که عمر خود را به تربیه نسل نورس بخشیدند همه کف میزنیم. کف. Doblado en Olimpusac, México. La venganza.